سلام دوستای عزیزم. 3 روز فکر کنم یا 4 روز مونده بود که سال 1402 تمام بشه، وارد 1403 بشیم که قرار شد که برنامه بچیم بریم یزد. بعد با اونم سوار مترو شدیم، رفتیم سمت مولوی که یه پارچه و سوغاتی بگیریم برای کسی که توی یزد منتظرمونن. صبح زود رسیدیم اینجا و اکثر مغازه‌ها بسته بودن. یه ذره چرخیدیم تا مغازه‌ها باز بشن. یه سفره 7 سینه فوق‌العاده قشنگم این وسط چیده بودن که نگاش دارید میکنید اینه. خیلی 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 قشنگ بود. بعد ما اینجا هم پارچه خریدیم هم شال خریدیم. بعدش هم که یکم جلوتر بهتون نشون میدم آجیل خریدم، یه ذره وسیله برای جهیزیم قیمت پرسیدم و اینجا هم یه عالم پارچه خوشگل داشت. دوباره از این سفره 7 سینه رد شدیم، بالاش واقعا قشنگ بود. بعد اومدم در این سرویس های بهداشتی و اینا نگاه کردم، گفتم برای شما فیلمشو بگیرم که اونایی که اون ردیف بالا بود رزین کار شده بود. بعد اومدیم توی خیابون اصلیش که اینجا چند تا آجیل فروشی معروف داره. آجیلش بود 550 تومن و من یکم گرفتم برای خودمون. مامانم 1.5 کیلو پسته خام شور گرفتم، 1 کیلو آجیل خام. بعد اینا شد 100 تومن، اینا با هم شد 550 تومن، اینم شد 100 تومن. حالا اینا میخوام ببرم برای ایران خانم. این آجیل شوره ببرم برای ایران خانم. بعد با یه ذرم از این ببرم امروز مغازه. آقا اینا رو خریدم، این طرها رو توش داره، کیلویی 160 خریدم که اینقدر شد 100 تومن. سنگین هم شد نسبت، یعنی 600 گرم اینا شد. 600 گرم شد. نوشابه و پاستیل و کرم و از اینا دارم. برای فروشنده تا به صبحمون 0.5 کیلو آجیل گرفتم و یه ذره شکلات. بریم مغازه دیگه. ساعت تقریبا 4 بعد اونجا بشم. بریم خدافظ. آقا اومدم مغازه، یه سری هم جنس آوردم، اینا رو بچینیم و بریم ببینیم چی میشه. انشالله که امروز پر برکت باشه. آقا اینجا دم افطار شد، من رفتم گوجه و پنیر و اینا رو خریدم که افطار کنیم، ولی با این مواجه شدم و سورپرایز شدم. گوجه خیار رو گوشیم کنار. گوجه خیار نه، گوجه هاش اینجاست. اینم پنیرش، اینم آجیلی که من آورده بودم. همه رو گوشیم کنار، ولی مالیم سراغ این و این. یه چایی بخورم، امروز خیلی مشتری نداشتیم، هیچ خبری نبود امروز. از مغازه اومدم، الان میخوام خونه تکونی کمد و اتاق تکونی ما انجام بدم. لباسای زمستونی رو جمع کنم ببرم. یه سری پیرن اینجا آویزونه. الان ساعت 11:30، نه 11:15. حالا این 10 دقیقه اینا جلو. بعد دیگه رو تختیامو بشورم. اینو چند روز پیش این میز رو تمیز کردم، ولی الان میخوام این کمدمو با این کمدمو اینا رو میخوام تمیز کنم. سالم انقدر جمع کردم. من امروز صبح اون روزی که قرار بود اینجا رو مرتب کنم، اینا رو مرتب کردم، گشا رو مرتب کردم، فقط باز این یه تیکه مرتب نکردم. حالا امروز انجام میدم. اول برم ناهار درست کنم، رفتم همون ناهار مادر شوهر جان واسمون پتیس فرستادن. اینا سیب زمینیه که توش یه سری مواد داره لاش. بعد بزنین توی تخم مرغ، بعد توی روغن زیاد هم سرخش کنین، روغنشو بریزن. این پتیسه، ایناش هم تخم مرغ گذاشتم. میذارم غذا داریم. نمیدونم چیکار میکنم، ولی میخوام شیر رو اینا با اینو بزنم تو قاش، بزنم تو ببینم چجوری میشه. اینم پتیس نفتیم. خودم چرا خاموش کردم؟ نه ملاقات بخصیه. نه بیشتر از چیزی که فکرشو بکنید قربید.
شنیدم. معنیش چی میشه؟ 66 تومن پول اسنپ دادم اومدم. امروزم آخرین روزای سال، آخرین روز سال دیگه. نه امروز 27م. انشالله که فروش باشید همتون، همه فروشنده ها. خیلی در میارم مثلا بیاد همین بالا کافی شاپ بالا ساعت 11:12 است. امروزم چرا 29 اسفند 1402 8 ماه رمضانه. ساعت حدودا 3-4 ما گفتیم بریم یزد. اما هیچ کاری نکردم. باشه هوا خیلی خوبه اینجا تهران، هوا عالیه. ساعت 2 هنوز کامل وسیله‌مو جمع نکردم، ولی یه سری یه ذره گرمم برداشتم از بلندم. حالا شاید یزد سرد شد. وسیله‌های ما شد. از ساعت چند بود؟ 2 بود. داریم حاضر میشیم 5 شد تا بریم پایین. بریم